سلام به تمام دوستایی که ما را تماشا میکنن. خدا کنه جور و صحتمند باشین. تا آخر ویدیو با ما باشین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنین. امروز در مورد طریقه های درس خواندن در 15 تپ و ای که یک محصل تپ چگونه باید درس بخوانه، تعیین یک استراتژی بخواد و چگونه میتونیم اینمی استراتژی که تعیین کردیم با این شروع به کار کنیم. یک چند ترک برای محصلین تپ، خصوصا اونایی که تازه شروع کردن و طریقه ها به خاطر زود یاد گرفتن یا بالا کردن حافظه که به شکل خلاصه به نام ممری بوستینگ میگوییم بحث خواهیم کرد. خب حالا میایم سر ای که چه قسم یک محصل تپ درس بخونه یا درس خواندن در 15 تپ چه قسم باید باشه. هر محصل تپ به خاطر مطالعه یک حجم از موضوعات از خود یک استراتژی می داشته باشه. یعنی استراتژی که من دارم با استراتژی که شما دارین فرق میکنه. این اولین گپ. دومش این است که به خاطر که حجم درس‌ها خیلی زیاد است، تعیین امی استراتژی خیلی مشکل می باشه. پس از این خاطر است که باید در تعیین استراتژی بخواد خیلی دقیق باشه. یادگیری دو نوع می باشه. یکی یادگیری فعال داریم، دیگه یادگیری غیر فعال داریم. در یادگیری فعال که است یک مطلب مهمترین موضوعش ما در نظر میگیریم. یعنی یک تصویر کلی یا یک تصویر بزرگ از اون مطلب در حافظه خود میسپاریم. ولی در یادگیری غیر فعال که است صفحات یک متن مرور میکنیم بیش از حد تا اطلاعات سریعتر جذب شود در مغز ما. بله جزئیات خیلی مهم است، ولی جزئیات یک موضوع به مرور زمان حد اکثر تا یک ماه در حافظه میمانه و بعد از او پاک شده میره. پس اساس کار به عنوان یک محصل تپ بر ما باید یادگیری فعال قرار بگیره. حالا میایم سر ازی که ما اکتیو لرنینگ یا یادگیری فعال چه قسم در درس های خود تطبیق بکنیم. 4 استپ به خاطر یادگیری فعال وجود داره. اولش تشخیص مهمترین معلومات می باشه. یعنی ما باید مهمترین معلوماتی که در امو متن وجود داره او را چی کنیم؟ نشانی کنیم. یعنی جواب دادن به سوالی که مهمترین چیز در اینمی درس چی است او می باشد. دومش تنظیم معلومات است. تمام معلوماتی که ما یک بار خواندیم، معلومات مهمش جمع آوری کردیم، باید تمام هزینه در قالب یک موضوع قرار بدیم تا در حفظ کردن به ما آسان شود. سوم ای که امی حفظ معلومات باشه. معلوماتی که نشانی کردیم مهمترین معلومات اینا رو باید حفظ بکنیم. حفظ هم چه قسم میشه؟ چندین بار باید تکرار شود تا که او در حافظه ما سپرده شود. چهارمش است که استفاده از اطلاعات در شرایط پیچیده می باشه. امی وقتی که موضوع را ما بالاش کاملا حاکم شدیم، بعد از او یا باید سوالای از زیر کار بکنیم یا از امی موضوع خود در برنامه های کلینیکی استفاده بکنیم و به انواع مختلف میتونیم از فلش کاردها استفاده کنیم و یا هم از شارت نوت ها استفاده کنیم. از دیگه چیزا باید امی را استفاده کنیم در شرایط پیچیده تر که از حافظه ما نره. هر محصل تپ به خاطر که حجم درس‌ها خیلی زیاد است مجبور است که بخواد یک استراتژی تعیین کنه. اینا امی استراتژی که تعیین شد و ایرم مجبور است که دیر و یا زود به خود عادت بده. پس طریقه های وجود داره به خاطر شروع کردن امی استراتژی که ما تعیین کردیم یا اکتیو لرنینگ. اول مرور تمام معلوماتی که ما شاید بخوانیم قبل از درس می باشه. یعنی ساختن یک تصویر بزرگ در مغز ما. اول باید تمام معلومات یک بار مرور بکنیم. 4 یا 5 موضوع یا عنوان بزرگ که درمون وجود داره او را باید شارت نوت کنیم و پیش خود داشته باشیم. دوم داشتن یک خلاصه از موضوعات، میتونه یا سلاید استادا باشه یا همون تکست بوک باشه و یا دیگه چیزا. تمام می خلاصه موضوعات پیش خود باید یک بار داشته باشیم. سومش جمع آوری یک تعداد تصاویر و یا هم رفرنس های خارجی می باشه. پیش خود منابع خارجی را باید نوت داشته باشیم که اگر ضرورت شد از اونها استفاده کنیم و یا هم یک تعداد تصاویر میتونیم از گوگل و یا هم از اینترنت دیگه بخشا یا را پیدا کنیم و پیش خود ذخیره داشته باشیم تا به خاطر به حافظه سپردن این معلومات بر ما کمک بکنه. چهارمش که است امون معلوماتی که ما جمع آوری کردیم اونا رو به حافظه خود بسپاریم و شارت نوتا را جور کنیم. همین شارت نوتا که است معلومات خیلی با ارزش می باشه که ما اونا رو جمع آوری کردیم و آخرش باید از امون چیزایی که یاد گرفتیم چی کنیم؟ سوال کار کنیم تا در حافظه ما به طور دائمی سپرده شود.
خب به طور خلاصه ای را فهمیدیم. به خاطر اکتیو لرنینگ اولین چیزی که میکردیم باید معلومات های مهم نشانی میکردیم، باز تمام موضوع را تنظیم میکردیم، سومش معلومات یاد میکردیم و چهارمش در او باره سوال کار میکردیم. حالا سر موضوع دیگه ما بحث میکنیم که یک چند تپ برای محصلینی که تازه شروع میکنن. اولین گپ، باید در هر 30 دقیقه یا 1 ساعت درسی ما یک تفریح بگذاریم. ضرور نیست که تفریح ما زیاد باشه، میتونه 5 دقیقه باشه، میتونه 10 دقیقه باشه. این کار باعث میشه که مغز شما مثل که تازه شروع کردین به درس خواندن تازه شوه و زودتر یاد بگیرین. دومش یک تقسیم اوقات کلی به خود همیشه جور کرده باشین. تقسیم اوقات ما فرق نمیکنه که روزانه باشه، ماهوار باشه یا هفته‌وار باشه. اگر روزانه جور میکنین باید یک روز قبل از طرف شب قبل از اینکه میخوابین باید تمام تقسیم اوقات خود یا تمام پروگرام روز خود نوت بکنین، یادداشت بکنین. این کار باعث میشه که شما تمام چیزهایی که میخواین انجام بدین روز بعدی تمامش یادداشت کرده باشین. چهارمش این است که باید تمام معلومات هایی که مشکل است یا فکر میکنین که یاد گرفتنش یک کم سخت است او را باید از طرف صبح بگذارین، چون از طرف صبح مغز خیلی تازه میپاشه و زودتر یاد میگیرین. دیگه باید از شارت نوت ها استفاده کنین. شارت نوت ها که بود امو معلومات با ارزش بود که تمامش ما خود خلاصه کرده بودیم یا جمع کرده بودیم. شارت نوت ها رو میتونیم امروی قلم های رنگی استفاده کنیم دو، به خاطر که این کار باعث میشه که زیادتر جذاب شود، زیادتر شوق ما به درس خواندن بیاد. پنجمش استفاده از بانک سوالات است. امکان داره که شما در دسترس شما بانک سوالات وجود نداشته باشه. در اون وقت هم ضرور نیست که یعنی از این استپ اما تو بگذارین، میتونین خودتان سوال جور کنین. بعضی که یک مطلب مکمل مرور کردین، حفظش کردین، بالایش حاکم شدین، شروع کنین در یک ورق سوال جور کردن. او سوالات به عنوان یک بانک تا دایم از او استفاده کردن میتونین. دیگه چیزی که مهم است این است که خواب کافی باید داشته باشین و آخرینش همیشه یک روزتان خالی بگذارین در پروگرامتان. امرای دوستایتان، امرای فامیلتان وقت سپری کنین و لذت ببرین. حالا میایم سر آخرین موضوعی که امروز در این ویدیو بحث خواهیم کرد که عبارت از میموری بوستینگ یا چه قسم میتونیم که حافظه خود بلند ببریم یا یک موضوع را زودتر به یاد بیاریم. این امو طریقی هست که محصلین طب به خاطر کامیاب شدن در 15 طب استفاده میکنن. هنوزم در 15 طب از امو سال اول تا وقتی که فارغ میشن تاکید بیشتر در حفظ کردن معلومات دارن، ولی وقتی که یک موضوع را حفظ میکنیم او به مدت طولانی در مغز ما نمیمونن. پس باید یک طریقه یا ترک به خود بگیریم. امی طریقه یا ترک که است با استفاده از میموری بوستینگ ما میتونیم که استفادهش بکنیم. دیگه تعداد زیاد از محصلین به فکری هستند که آیا میتونن تمام امی معلوماتی که هستن در طول 7 سال یا 6 سال تمامش حفظ کنن و کامیاب شن در امتحان اگزیت و یا تخصص. با استفاده از طریقه های مختلف میموری بوستینگ میتونیم که امی معلومات به مدت زیاد در حافظه خود بسپاریم. اولین طریقه که استفاده میکنن عبارت از کلمات و تصاویر است. با استفاده از تصاویر، اصطلاحات میتونیم که یک موضوع را خوبتر و بیشتر در حافظه خود بسپاریم. به طور مثال قسمی که در تصویر هم میبینین در مورد هایپوگلایسمی گفته شده است. هایپوگلایسمی اما حالت است که عموما در مریضان دیابت میباشه. وقتی که گلوکوز خون پایین میره شخص هایپوگلایسمی میره. این حال هایپوگلایسمی را ما علائمی که شخصی که هایپوگلایسمی رفته کدام ما هسته اگر قسم یاد کنیم به شکل رویخوانی یا مرور کرده یاد کنیم زودتر یاد ما میره. ولی اگر ما از امی هایپوگلایسمی را علائمش یک کلمه اولش بگیریم یک کلمه یا اصطلاحی جور میشه که به نام تایرد یا استفاده میشه. هایپوگلایسمی و تایرد گاز با همدیگر ارتباط خیلی نزدیک دارن. به طور مثال تی گاز نشان دهنده تاکیکاردی است، آی ارریتابیلیتیز، آر رستلسنس است، ای اکسسیو هانگر، دیرم دیافروزز یا دپریشن می باشه. پس هایپوگلایسمی کلمه تایرد هیچ وقت یاد ما نمیره یا یک میکانیزم یا یک پروسیجر به خود جور کردیم که به مدت طولانی در حافظه ما اما قسم بانه.
دیگه یک طریقه دیگه وجود داره که میتونیم معلومات زیادتر حفظ کنیم. ساختن یک داستان می باشه. همین یک داستان از با استفاده از داستان بیشتر در یک پروسیجر یا میکانیزم از او استفاده کرده میتونیم. یک پروسیجر یا میکانیزمی که خیلی مغلق است و حفظ کردن از این مشکل می باشه، او را چی میکنیم؟ به عنوان یک داستان در مغز خود میگیریم، بعض از تصاویر هم در فکر خود میگیریم و این قسم باعث میشه که امو پروسیجر زودتر یاد کنیم، مخصوصا در پروسیجرهای بیوشیمی. دیگه یک طریقه دیگهش که هست ارتباط ایجاد کردن می باشه. با وجود آوردن ارتباط است. به طور مثال ارتباط با یک تصویر، قسمی که در تصویر هم می بینین نشان دهنده دیابت تایپ 1 است. یک طفل از دیابت تایپ 1 اشاره کردن. پس ما گفته میتونیم در دیابت تایپ 1 با پیشرفت سن با وجود نمیه، یعنی میتونه در هر سن که باشین هم با وجود بیاین. در این تصویر اول یک اشاره شده در قسمت سر خود ما میفهمیم که حالت شعوری را یاد کرده میتونیم یا در مغز خود آورده میتونیم. پس شخص lose of consciousness می داشته باشه. در چشم اشاره شده که بلوری ویژن داره، یا در دهن اشاره شده که دهن خشک زود تشنه میشه، زود گشنه میشه، یا در صدر اشاره شده که ریسپیراتوری ریت شخص بلند میره، یا هم در بطن اشاره شده که شخص دلبدی و استفراغ می داشته باشه، و در پاها اشاره شده که شخص تایردنس یا زود خسته میشه. پس ما از این طریق میتونیم که با ارتباط دادن امی تصویر با مریضی زودتر امی مطلب در حافظه خود بسپاریم. طریقه دیگه که توسط محصلین طب استفاده میشه عبارت از اسپیس ریپیتیشن یا تکرار بعد از یک مدت زمان می باشه. آمادگی به خاطر اگزیت یا تخصص و امتحانات دیگر که هست تنها بر یک مدت کم آمادگی نیاز نداره، یعنی 1 ماه 2 ماه یا 1 سال درس خواندن کافی نیست. یک آمادگی طولانی مدت نیاز داریم. با استفاده از اسپیس ریپیتیشن میتونیم که همین کار انجام بدیم، چون معلومات به زودی از حافظه ما میره. با استفاده از تست ها، تکرار کردن زیاد و فلش کارت ها میتونیم که یک موضوع را به مدت زیاد در حافظه خود بسپاریم. برای اینکه یک مسئله خوب باشیم چیزایی که نیاز داریم که اعتماد به نفس است، باید فداکار باشیم و سخت کوشا باشیم. این سه خاصیت تمام محصلین طب داره، ولی فرقش در این است که یک شخص همو استراتژی خود پیدا کرده تانسته و یک شخص دیگه هنوز امو کار انجام داده نتانسته. تشکر از تمامتان که ویدیو ما را تماشا کردین. شیر، لایک و سابسکرایب یادتان نره. وقت خوش.